طلای 3578 دلاری یا چهره دونالد ترامپ روی کوه ماونت راشمور؟ سلام و ارادت، خیلی مخلصیم رفقا، روزتون بخیر. موری هستم با یک قسمت دیگه فاندا مارکت در خدمتتونم. امروز 4 سپتامبر 2025 روز پنجشنبه هستش و خدمتتون عرض کنم که 13 شهریور 1404. بریم تحلیل امروز رو شروع کنیم با فارکس فکتوری اول، بعد میپردازیم به باقی مسائل. امروز یه دونه دیتای CPI برای سوئیس داشتیم که -1% منتشر شد که خب این قضیه تورم منفی و تورم صفر برای سوئیس همچنان ادامه داره. ساعت 3:45 تغییرات مشاغل غیر کشاورزی ADP رو داریم، بهش میپردازیم. ساعت 4 مدعیان بیکاری رو داریم. دیتا توی این رنجی که داره منتشر میشه خیلی تغییر چندانی برای ما نمیذاره، شاید در حد یه تغییر لحظه‌ای توی مارکت موقع انتشار، ولی اگر عددی که میاد عددی باشه که حدود 30% بالاتر یا پایینتر از پیش بینی باشه، میتونیم انتظار تغییرات بزرگتر رو داشته باشیم. خبر دیگه‌ای که امروز داریم و نسبتا مهم هست، 5:30 به وقت تهران PMI خدماتی ISM منتشر میشه که خب اگر نسبت به پیش بینی خدمتتون عرض کنم که بزرگتر بیاد برای دلار خوب هست و اگر از پیش بینی کوچکتر بیاد تا این محدود خنثی و پایینتر بیاد که ضعف رو در دلار افزایش میده. در مورد این خبری که با هم صحبت کردیم، تغییرات مشاغل غیر کشاورزی پیش زمینه‌ای بر NFP هست که فردا منتشر میشه و خبر مهمی برامون هست، چون میتونه یه در واقع پیش زمینه‌ای به ما از موضوعات فردا بده. در مورد فردا هم بهتون بگم، فردا مهمترین روز این هفته است و NFP منتشر میشه. بسیار خبر مهم، جریان ساز و روندسازی هستش NFP و باید حتما حواسمون به NFP فردا باشه. حالا نرخ بیکاری و میانگین درآمد ساعتی هم در کنارش داریم که به اونها هم فردا در ویدیو خودشون میپردازیم. بریم به توییتر و شبکه‌های اجتماعی سر بزنیم ببینیم چه خبر بوده. آقای ترامپ دیروز تصمیم گرفت که هرچی میم توی فضای مجازی است منتشر کنه. حالا اول بپردازیم به این صحبت خانم جین پیرو که در واقع ایشون دادستان کل منطقه کلمبیا در امریکا هستن. اینجایی که میبینید یک محموله ای رو کشف و ضبط کردن از مواد اولیه تولید متامفتامین و گفتن که شما دارید به بزرگترین محموله ضبط شده مواد اولیه متامفتامین در تاریخ ایالات متحده نگاه میکنید. چین داشت بیشتر از 700,000 پوند از طریق آبهای آزاد به کارتر سینالوآ میفرستاد قبل از اینکه در واقع دفتر من و ما بریم اینو ضبطش کنیم. گفته به خاطر رئیس جمهور ترامپ و مارک روبیو که این کارتل رو یه سازمان تروریستی خارجی اعلام کردن، ما امروزه میتونیم محکمتر و سریعتر ضربه بزنیم و 700,000 پوند هم یه چیزی اولوش 320 تن میشه. در ادامه یه پست داریم از ترامپ که حالا به موضوعات DC پرداخته. با این خبر کار داریم، موضوعات صلح اوکراین و روسیه رو بررسی میکنیم. با این مصاحبه استیفن میلر هم کار داریم امروز. و یه توییت دیگه که از ترامپ میخوام بهش بپردازم این هست که گفته بعد شهردار و فرماندار شیکاگو بیان التماس منو بکنن که برم کمکشون کنم. جرم و جنایت اونجا از کنترل خارج شده، اونجا بالقوه یکی از بهترین شهرهای دنیاست و کلمه اگین هم گذاشتن که اشاره به اون جمله معروف خودشون داره. گفته من میتونم در عرض 1 ماه همه اینا رو حل کنم و همین. و حالا یه نیم نگاهی هم محض این که حالا هوامون عوض شه به میمایی که آقای ترامپ گذاشته، این یه دونشونه. این یکی دیگه کمپانی کرکر برل هست که به خاطر تغییر لوگو سهامش افت کرده بود. ترامپ بهشون گفته بود لوگوتون رو دوباره برگردونید به لوگوی قبلی و حالا اومده این ویدیو رو گذاشته از این که در واقع من باعث دوباره رشد مجدد این کمپانی بودم. یه میم هستش. یه میم دیگه داریم اینجا
باز هم یه میم دیگه میبینید دیگه، رئیس جمهور ایالات متحده هست، یک میم دیگه. و اینجا هم که اول ویدیو با هم دیگه دیدیم، ترامپ همیشه دوست داشته چهرهش روی کوه راشمور کنار رؤسای جمهور معروف آمریکا باشه، اون 4 نفر، و اینجا هم اومده یه جورایی این کارو کرده. و بازم میمای دیگه. بگذریم از ترامپ که بگذریم، برسیم به موضوعی که خدمتون عرض کردم. ترامپ در مصاحبه‌ای که با CBS نیوز داشته گفته که مسائل صلح اوکراین و روسیه رو عمیقاً و شدیداً داره دنبال میکنه. گفته اونا هنوز آماده نیستن ولی قراره یه چیزی به زودی اتفاق بیفته. و در مصاحبهش گفته که من از این کشت و کشتار خیلی ناراحت هستم و برای رسیدن به یک قرارداد صلح قطعاً فشار میارم و در واقع تلاش خودم رو میکنم. این مصاحبه تلفنی بوده که با CBS نیوز ترامپ داشته. خدمتتون عرض کنم که در جمله‌ای که گفته یک چیزی قراره به زودی اتفاق بیفته ولی اونا هنوز آماده نیستن، ولی یک چیزی اتفاق خواهد افتاد، ما قراره که انجامش بدیم. حالا اشارش به چی هست ما نمیدونیم و خدا به دادمون برسه. در ادامه بریم به استیون میلر بپردازیم. استیون میلر رئیس، در واقع معاون رئیس کارکنان کاخ سفید هست. مصاحبه با فاکس نیوز داشته و در این مصاحبه به مسائل مختلفی اشاره کرده. یکی از مسائلی که بهشون اشاره کرده در مورد نیوسام، فرماندار لس آنجلس هستش و کالیفرنیا هستش که با خدمتتون عرض کنم جرم و جنایت و این صحبتایی که توی کالیفرنیا وجود داره، در مورد اینا یه مقدار صحبت کرده و برگشته گفته که در شهرها و ایالت‌هایی که توسط دموکرات ها اداره میشه، مجرم ها رو زندانی نمیکنن، توی زندان نگه نمیدارن. قاچاقچی ها، مواد فروش ها، قاتل ها، متجاوزا توی اجتماع رها هستن و به مردم آسیب میزنن، ولی ما جلوی این موضوع رو خواهیم گرفت. صحبت هایی هست که ایشون داشته. و بریم یه خبر خفنم از CNBC بخونیم که برای خود من خیلی مهم بود. همونطور که میدونید اوراق قرضه کشورهای مختلف در عرضم به حضور شما که این چند وقت گذشته همشون آل تایم های زدن، سقف های جدید زدن و بازده اوراق قرضه ها به حدی بالا رفته که در تاریخ اون کشورها اصولا اینجوری نبوده، یا حداقل در 10-15 سال اخیر انقدر بالا نبوده. در این مقاله‌ای که داریم بررسی میکنیم از CNBC اشاره شده به این که به نظر میرسه که نبرد سیف هیون ها به نفع طلا داره پیش میره. یکی از دلایلی که کفه ترازو رو به سمت طلا سنگین میکنه سیاسی شدن سیاست های پولی هست، بهش میپردازیم. و گفته نگرانی در مورد مسائل مالی، در واقع جهت های مالی و سیاست های پولی دلیل اقتصادی کلیدی هست که بازده اوراق قرضه رو بالاتر برده. حالا در ادامه مقاله رو اگه بررسی بکنیم، خب در مورد اوراق قرضه صحبت شده. این چارت رو دیروز ما هم بررسی کردیم. همونطوری که میبینید چارت تقریبا تمام کشورهای اصلی مثل آلمان، انگلستان، ژاپن، فرانسه و امریکا بازده اوراق قرضه‌شون نسبت به قبل خیلی بیشتر شده و اکثرا در 20 سال یا 30 سال اخیر هرگز همچین بازده اوراق قرضه نداشتن. برای ژاپن که آل تایم های زده و ژاپن بازده اوراق قرضش در رکورد جدیدی رو ثبت کرده در واقع، و با طلای $3578 که سقف جدیدی بود که طلا تاچ کرد، این قضیه رو با هم ادامه میدیم که اد یاردانی، رئیس مؤسسه تحقیقاتی یاردانی، گفته که نگرانی هایی در مورد مسائل مالی هست، پتانسیل برای بحران بدهی در ژاپن و فرانسه و ایالات متحده به این موضوع اشاره کردن و در ادامه گفتن که واضحه که بیشتر و بیشتر سرمایه گذارا ترجیح میدن و انتخاب میکنن که طلا رو به پورتفولیوهای خودشون به عنوان یک دارایی امن اضافه کنن و ازش به عنوان یک
محافظت در برابر عدم ثبات اقتصادی استفاده بکنن. خدمتتون عرض کنم که در ادامه مایک رایان که استاد دانشگاه هستش در دانشگاه وایکاتو برای موضوعات اقتصاد و فایننس، گفتن که یکی از دلایلی که کفه ترازو رو به سمت طلا سنگین تر کرده سیاسی شدن سیاست‌های پولی هست و گفته مسائل دونالد ترامپ و اون دستاوردهایی که داشته و موضوعاتی که مربوط به استقلال فد میشه به این قضیه دامن زدن. و خدمتتون عرض کنم که در ادامه هم یک نکته جالبی رو اشاره کردن. گفتن که الان در یک شرایطی هستیم که تورم داره تبدیل به یک ریسک بزرگ میشه و طلا تنها بازیه که توی شهر وجود داره. این صحبتی است که آقای دکتر رایان گفتن. و خدمتتون عرض کنم که خب همونطوری که میدونید مسائلی که داره توی آمریکا اتفاق میفته قطعا منجر به تورم خواهد شد. با دیتاهایی که تا الان با هم بررسی کردیم متوجه شدیم که اون حجم از پول و سرمایه گذاری که قراره با آمریکا سرازیر بشه و به تبع اون با اون تعرفه هایی که گذاشته میشه و افزایش قیمت ها ما قطعا شاهد تورم در آمریکا خواهیم بود. همچنان بازارها منتظر هستن از روز 11 سپتامبر یعنی 11 همین ماه، هفته آینده، یک هفته دیگه جلسات بانک مرکزی کشورهای مختلف شروع میشه و تا آخر این ماه ادامه داره. انتظار تغییرات خیلی شدیدی رو در مارکت خواهیم داشت. منتظر هستیم. آمریکا هم قرار بوده که حالا طبق لحن آقای پاول نرخ بهره‌ای کاسته بشه و کاهش پیدا بکنه، اما باید ببینیم دیتاها به چه صورت منتشر میشن و آیا آقای پاول میتونه عمل در واقع موضوعی رو که بهش اشاره کرده و در موردش صحبت کرده رو بهش عمل بکنه یا نه. و از طرف دیگه یک موضوع مهم دیگه ای که هست اینه که این ماه به خاطر جلسات متعدد بانک‌های مرکزی دنیا باید به شدت مراقب دارایی‌ها و سرمایه هامون باشیم، به خاطر اینکه هر اتفاقی ممکنه توی این جلسات بیفته و انعکاس اون اتفاق توی مارکت میتونه ریسک های خیلی بزرگی رو ایجاد بکنه. امیدوارم ویدیو امروز براتون مفید بوده باشه. خیلی ازتون ممنونم که حمایت میکنید و همراهی میکنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. هر چیزی که دوست دارید توی ویدیوها اضافه بشه رو توی کامنت ها بهم بگید، حتما انجام میدم و بررسی میکنم. براتون روزای خوبی رو آرزو میکنم. پرسود باشید و موفق باشید و تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدارتون.